سلام بچه گل یوتیوب، خوش اومدیم به ویدیو چه لایوی. من آیانم و امروز دوباره برگشتم با کلیپ های سمی این حسا. آقا ما اکسپلورمون رو جمع کردیم، دیدیم چی داره وایرال میشه، چی داره رد و بدل میشه، چیه ترند داخل این حسا و همه رو با هم جمع کردیم به صورت رندوم شد آوردیم که اینجا با هم دیگه نگاه کنیم. یکی از دوستان من زحمت کشیده ویدیو رو برای من جمع کرده، فرستاده، فلان کرده بیسار. الان با هم دیگه می‌خوایم بریم ویدیو رو نگاه کنیم ببینیم که داخل این حسا چه خبره. اما لایک کامنت ساب یادتون نره. دم همتون از دم گرمه، خیلی به من انرژی میده، خیلی کمکم میکنه. قربونم دستتون برم. یه لایک کوچیکی به اون رو بکنید. دم شما گرم، دوستتون دارم. بدون معطلی بریم دنبال ویدیو. داوش گلم بریم ببینیم چه آشی برام ما پختیم. ویدیو چیه اصلا؟ ویدیو نوشته میخوام برم شهریار. چه بار گفت مرسی بعد گازشو گرفت رفت. بنده خدا یه ویدیو دیگه همین شکلی هستش، میگه داش میخوام برم ونک، میگه خب چیکار کنم، برو. همونم بنده خدا همیشه کپ میکنه اصلا گازشو میگیره. این همه رفتیم کافه، همش من دارم حساب میکنم. یه بار دختره دست تو جیبش تو با 4 تا پرنسس زندگی میکنی. تا الان فقط من رفتم دنبالش. یه بار نشد. من اصلا نمیتونم با اینجور دختر رو بسازم. اینو بگو روز تولد من برگشته 13 پرو داده، نباید پرو مکس میداد. دختره اومده لاشی 13 پرو مگه کمه؟ 120 الان پولش چی بلگور میکنی؟ من میگه که خونمون خالی، خطرناک نیست. تو سرتون آبرو هرچی پسر بردیم. آجی ولی جدا اومدم به پسر گفتم شما پرنسس شدید بهشون بر بخوره، انگاری که خوششون اومده. بدتر دارن کلیپ های پرنسسی درست کنه. چیه یزید؟ جورابو نگاه، ماسک صورت چی میگه، اون گوشی ها چیه؟ چون خوشتون اومده میخوایم بریم ببریم خیالتون راحت شه دیگه. بریم ویدیو بعدی. نوشته که دوست پسرم جواب نمیده، حتما داره بهم خیانت میکنه. وضعیت دوست پسرش همون موقع. این اندرزگی چرا انقدر فرشش شلوکه؟ آسفالت نمیکنن کسی. اندرزگو خانم برسیم رو هم. نه عوضی چرا؟ ماشین ببین ماشینم بالا پایینم میشه. توپ من دوست ندارم. چرا خوشگله؟ دهنتو سرویس. میگم ایرانی خلاقن ها. نگاه کن اصلا تو رو خدا اصلا وضعیت رو نگاه کن. یه همچین چیزی چند وقت پیش ترند شد که دوست پسر داره بهم خیانت میکنه و دوست پسرش توی اون موقعیت. واقعا الان دیگه انقدر یعنی کلیپ درست کردن پشمای آدم میریزه. مثلا فکر کن توی کشور دیگه به قرآن اصلا همچین کانتنتی به ذهنشون برسه. واقعا اصلا ببین ایرانی‌ها توی یه لول دیگه، توی دنیا، توی عالم دیگه به خدا. نوشته که پسر پیش دوست دخترش. آره عشق منی تو. آره عادت باشم. آره نازم الکن ما با الان همه بگم اما بنده خدا داشت خوش بر دوست دخترش لوس میکرد. یهو منو میگه یکی بوقو زد. ول کن الان بابا، الان فکر میکنم ما دونیمونی چیزی هستیم. ای خدا این ویدیو بعدی. نتیشم به چی داری فکر میکنی واقعا؟ میگم ما که داماد دریایی نداریم، پس کی عروس دریایی رو میکنه؟ باشه یکم بیادبی ولی پشمو. عروس دریایی که داریم، دوماد دریایی خب یعنی اصلا نمیفهم. نوشته دختره باید خرید 207. الان عشق میورزن پسر باید خرید 207. مصباز جهانم از کلفت زن گرفته، کلفت خونه گرفته تا هرگز تعریفشو داده. ای نادرست، ای نادرست بیشرف. عجب آدم لاشیه. جدا بکنم این شکلی باشه. دخترها قشنگ عشق ماشین داره، قشنگ رفته تنش تمیز میکرده، بعد نشسته میه من باد جهانم. اما بریم ویدیو بعدی. بریم وقتی با اون دوستت که تو رابطه هست میری بیرون. فیلم و عکس فرستادم، گفتم همه پسریم اینا داری دختر در میارن. واقعا نمیارن.
وای حاجی این رفیقا واقعا یکی از لاشی ترین رفیقای دنیان. من وقتی مامانم زنگ میزنه دوست دخترم زنگ میزنه همیشه اگه پیشم دوستان باشن صدا دختر در میاد. نمیدونم این چه فرض جهانی بین همه پسر داره میچرخه این شکلی. پیرمرده رو دیدی چه شکلی نگاه کرد؟ پشمام. یه بار دیگه ببینه. پشمام. پیرمرده هوای اینطوری نگاه به سینما انداخت، بعد با حسن یه نگاه اینطوری رد شد رفت. پشمام. بعد اینا دیگه زن دارن بچه دارن اشغالاشون رو کردن، بعد انتظار دارن جوونا نگاه نکن. لاشید پیرمرده داره نگاه میکنه. پیرمرد که پیرمرده صاف نمیگه. عوارض مصرف گل. داداش دمت گرم که منو رسوندی. فقط بهم بگو چشام که قرمز نیست. نه داداش قرمز نیست. چشای من چطور؟ ابر تو هم عادی نه بابا. داداش چشای تو هم. آینده من روشن‌تره. رسوندی من برم. خداحافظ. خداحافظ. کسخو خودش پیاده شد. آجی من که حالا دوستی ندارم، چون مادرم من تا حالا نه کسی رو دیدم نه دوستی داشتم، ولی مثل این که همه‌شو فراموش کنم تبر خالص میزنن. الان راننده پیاده شد رفت اصلا فازش رو نفهمیدم چی شد، از کجا و از کجا رفت. بریم ویدیو بعدی. تو دفتر خاطرات 15 سالگی میگشتم، بعد توش نوشته که خدا کنه من محمد تا آخر عمر با هم باشیم. حالا نموندیمش یه طرف، مثلا نمیدونم محمد کی هست. تو نمیدونی محمد کیه؟ بی‌ناموس. حاضرم شرط ببندم تو جوونی همون نسخ محمده بودی. بدبخت ننه باباتو من میدونم میپیچونی میرفتی 5 دقیقه ببینیش. وقتی کلاس اول برمیگشتی داری چوسی میاد، داری چوسیای گنده گنده میاد، داری گندگوزی میکنی. تو نمیدونی محمد که لاش گوش. داشتن همه محمدا رو زیر این پست تگ کنه واسهشون بفرسته ببینم. دوباره گوه خوردی. یعنی انقدر طرفداری همه محمدا رو تگ کنین. این کدوم محمدی که قرار بود ما توی این ماشین بشینیم با هم دیگه یعقوب کنیم. به خدا نمیدونم. تشکرات فراوان. با این پشمام. حاجی چقدر حاجی دخترها چقدر جسارت نباشه. بعضی دختر دارن بابا نداری تو بگیره. عزیزم یکم خودتو آروم نگه دار. ایشالله آقا محمدم پیدا میکنی. حالا دیگه داری خیلی چیز میکنی، در این حدم که فکر میکنی نیست. اوکیه بابا یه کارش میتونی، خودت تکیه میتونی. عزیزم محمدم پیدا میکنی. فقط من نمیفهمم چرا انقدر داری همه جای بدن تو داری فیلم میگیری. من درک نمیکنم. تو یا دنبال محمدی یا دنبال بریم ویدیو بعدی. نوشته اون رفیقم که هر چی میشه میخواد کار به عرق خوری برسه. داداش چی شده داری گریه میکنی؟ این رفیقش هم مثلا غمگینه داره گریه میکنه. میخوای در موردش عرق بخوری؟ عجیب بیاد. میدونستم به قرآن میدونستم همینو میگه. یه میخوای در موردش عرق بخوریم. آجی این یه چیز مشترکه. ببین پسر خیلی چیزای مشترکی دارن. یعنی خیلی از پسر ما میتونیم مثلا پیش بینی کنیم که حرف بعدیش چیه، چی میخواد بگه. آجی خیلی حس باحالیه. ببین این که همه چیز مشترکه بین ما. نوشته که دوست پسرم رفته. اینم همون دوباره همون کلیپاست که دوست پسر داره بهم دوست پسرم رفته باغ، حتما داره بهم خیانت میکنه. دوست پسرش چیکار داره مونه؟ سایی حاجی پشمام. اینا توی سطح جهانی دارن کلیپ درست میکنن. کانتنت اینه عزیزای دلم. نگاه کن چه قشنگی زایید. بچه‌شم خدا حفظ کنه ایشالله، خدا سلامتی بده براش، نگه داره بچه‌شو. هیچ بچه خوشگل و با نمک و نازی بود، اصلا پشم نداشت فعلا. خیلی آدمای خوب. دم شما گرم. بریم ویدیو بعدی. دختر پسراش میرن خیابون دانشگاه، اما دانشگاه نمیرن. ولی این دوست دخترم بودا. نه تو دخترم. حتی اگه کسی رو نشناسی همه باهات خاطره دارن. سام شهره با موی 1 سانت میای با موی 100 سانت. سام شهره اونقدر که اینجا اسلام شهره نبینم دیگه تو خیابون گوشی دستت بگیری یا ریده شده. اینجا اسلام شهر دیگه گوش دستت نگیری دختر جون. عزیزه دارم درسته با مایه 1 سانتی میای با مایه 10 سانتی میری. حالا شانس آوردی دوز گوشی تا برد. میدونی چی میگه؟ بریم ویدیو بعدی.
داداش این ایرانی فرستادی برا من؟ یعنی این چی هستم؟ چرا باید بفرستی؟ بدون محتوا پیجشو داری؟ این ویدیو بعدی نوشته که وقتی بعد 4 سال رابطه یه بار آب میبره حساب میکنه. بیا نوش جون. فقط خوبه که مرد مستقل باشه و دستش تو جیب خودش باشه تو این زمونه. شب کیفله تو نوش جون. تو ماشین جمونده بود. خیلی خوشمزه است، بخور. خوبه، استقلال مرد خوبه. بیا اینم بخور. اینم بخور. کمه اون کمت نباشه. چجوریه این؟ اونم خورد. یه دست در نکنه نگی. بذار بخوره خب. ببین مردی که دست تو جیبش نباشه با یه شغال بی صفت بی مو هیچ فرقی نداره، فهمیدی؟ بابا کیفولمو نمیبردم فقط من. حقشا. دست در نکنه. بی صفت. حاجی ولی واقعا حالا دور از انصاف نریم. حالا مثلا بعضیا معتقد بر اینن که دختر نباید حساب کنه، بعضیا حالا مثلا میگن دو طرف باید 50-50 باشن با هم، ولی از نظر من دختر نباید حساب کنه. زشته دیگه. فکر کن یه جنس مثلا مخالف افتاده پیشت میری، مثلا فکر کن یهو دست میکنه تو جیبش، آدم معذب میشه دیگه. ولی بدبخت اصلا نمیاد چطوری اونو بخوره. گفت خوب مرد استقلال داشته باشه. آره بخور نوش جونت. یارو کوفت میخورد جای شرف داشت. به این ویدیو ولی من زدیکس پام میکنم ولی فضلاتی ندارم. من زدیکس پام میکنم ولی دعوا نمیکنم. پسر خوبیم. خوب پسری هستی عزیزم، تو مال دعوا نیستی. تو من زدیکس پام میکنم ولی تو خیابون به دخترها تیکه نمیندازم، بلکه پسرها رو میلیستم. عزیزم پیش یه دکتر هورمونی چیزی برو، مثلا اینکه بعضت خرابه ها. حالا خراب جنس مخالف باشه اشکال نداره، جنس موافق رنگین کمانی بدبختیه. میتونیم بریم ویدیو بعدی. حالم از این به هم خوب. سلطان قرار شده بود که ویدیوهای سم برامون بفرستی. ایشون که دستگاه پرس چند تونیه میکوبه اینطوری پرس. عزیز من به جز لبام و دست و پام هیچ جامو نمیتونم تکون بدم. اونجا رو من حتی دیگه نمیتونم تکون بدم. من متوجه نمیشم شما به چه شکلی اینا رو میکوبی به هم. شعر عجیبیه. بریم ویدیو بعدی. من بشه وقتی تو ترافیک چراغ سبز میشه رفیقات کر میریزن. به سوزت زندان بدبخت. واو بنده خدا آخرم باشه پیادش رفت. آجی فکر کن پشت چراغ واسادی 10 نفر دارن بوق میزنن، سویشش انداخت بیرون. بدبختو. عجب آدمای مریضیه. بریم ویدیو بعدی. اشته که ترس رو از روین آدم ساختن. کسی رو نداریم پشتمون باشه، ولی جوری جنگی بزرگ شدیم که خودتو یه لشکر رو یه تانکم بیای همه رو با هم میبریم رو هوا. شما خیلی گو میخوری. این یک. دوم اینکه شما درسته کسی پشتت نیست ولی مطمئن باش چند نفری برای رشدت هستن، قربون شکل ماهت بشن. شما اگه می‌خواستی جنگی بشی باید میرفتی اونجا رو عمل میکردی که به جای اون گوجه سبزات پیکنیکی برات کار بذارن، نه که بیای دماغت خوشگل کنی که 2 نفر بگن ای بچه خوشگل اومد. خدا وکیلی این الان چیه؟ خب این چه محتواییه؟ من میگم اینا محتوا ندارن برای نشون دادن چیزاشونه. شما میگین نه بیا الان نیومده یه دونه اینجا رو گرفت و دوستش رو گرفت، دوستش رو اینطوری کرد. مشکله سلطان جای خواهرم باشه. دوستای گل من ویدیوها تمام شد و نمیدونم چه شکلی اینا رو من توصیف کنم. خیلی ویدیوهای سمی داره هی ساخته میشه، هی داره شکلی بیشتر میشه. این استا داره دیگه جر میخوره دیگه، جایی نداره واسه این فیلم. ممنون که ویدیو رو تا آخر نگاه کردی. لایک کامنت ساب یاد نره، خیلی بهم کمک کنه، خیلی بهم انرژی میده. دمت گرمه. اگه از این ویدیو خوشت میاد حتما بهم بگو تو کامنت ها که دوباره از اینو برات بسازم. دمت گرم. تا یه ویدیو دیگه فعلا.